خدایا چگونه از تو تشکر کنم، چگونه بگویم که من از تو ممنونم، به خاطر این همه نعمتهایت، به خاطر چشمانی که میبینند و به خاطر قلبی که در سینه میزند و به خاطر روزی بیمنتت و به خاطر هزاران هزار دلیل که قادر به شمارش آن نیستند. خداوندا من چگونه میتوانم این همه لطف تو را جبران کنم، من که از خود چیزی ندارم که نثار تو کنم، چون هرچه دارم و ندارم را خودت به من داده ای و اگر بگویم جانم را فدای تو کنم آن را نیز تو به من داده ای و در آخر میبینم که من از خود هیچ ندارم که فدای تو کنم جز این که شکر درگاه تو کنم.